یکی از کارهای دشمن اینه که محاسبات مسئولان کشور و مؤثران فکری کشور و در درجه بعد آحاد ملت رو تغییر بده. در محاسبات اینا اثر بگذاره، مثل که شما فرض بفرمایید بتوانید در رایانه یک شخصی یک بد افزار رو وارد کنید که همه چیزهایی رو که به شما خواهد داد رایانه عوضی بده، غلط بده. در رایانه عمومی و کلی مدیریت یک کشور، در اندیشه اونها، در محاسبات اونها گاهی دشمن تأثیر میگذاره. یک ملت آزاد اون ملتی است که این تأثیر رو نپذیره، به معنای واقعی کلمه آزادانه بیاندیشه، آزادانه فکر کنه و با شجاعت عمل کنه، دنبال منافع ملی خودش بره. خب این احتیاج داره به چی؟ به بصیرت. اگر ما بصیرت نداشته باشیم، اگر ما بینش درست، چشم باز، هوشیاری لازم نداشته باشیم، نه درست منافعمون رو تشخیص میدیم، منافع حقیقی رو، نه درست راه رسیدن به این منافع رو تشخیص میدیم، نه درست آدمی که باید این بار بزرگ رو بر دوش بگیره او رو درست میشناسیم. وقتی بصیرت نبود، مثل انسانی است که چشم نداره، راه رو نمیبینه. بصیرت به این اهمیت برای یک کشور، یک ملت، آحاد یک مجموعه است. در نظام اسلامی هر یک از شماها باید ببینید، بیاندیشید، فکر کنید، بشناسید، تشخیص بدید و عمل کنید، احساس تکلیف بکنید و مراقب باشید که در محاسبات فکری شما دشمن تأثیر نگذاره.